سلام، خوشحالم که منو انتخاب کردی که مربیت باشم. توضیحاتی رو که لازم داری رو من اینجا به طور مختصر و مفید در اختیارت میذارم که استفاده کنی. میخوام ازت که در وهله اول خب این توضیحات رو از طرف من داری و بهشون توجه میکنی، اما ویدیوهای این اینستاگرام رو هم حتما نگاه کن، چون داخل هر کدومش اومدم به موضوعی که ممکنه شما در حین تمرین بهش بر بخوری یا مثلا سوالی رو توی ذهنت ایجاد بکنه، باز اونجا بهش پرداختم. پس پکیج این صحبت ها و اون ویدیوهای این اینستاگرام به تو کمک میکنه که بتونی کیفیت تمرینت رو بالاتر بیاری. خب الان من میخوام از ابتدا شروع بکنم در رابطه با نحوه کاری که من با شما دارم. خب اگر که عملا داری از اپلیکیشن من استفاده میکنی و من شما روی اپلیکیشن میذارم، یعنی لینک برای شما ارسال میکنم، برنامه شما روی اپلیکیشن تنظیم میشه، یعنی برنامه اختصاصی خاص خودت که حالا این بماند که برای شما هر هفته هم هر 4 هفته‌ای تغییر میکنه این برنامه، حالا با ریزالتی که از شما میگیرم و چکینگی که انجام میدید. اما حالا به چه صورت شما از اپلیکیشن استفاده میکنید؟ برای مثال اگر که شما یه برنامه 3 روزه از من دریافت کرده باشی، من حالا یه برنامه 3 روزه رو توضیح میدم، چون خب میتونه متفاوت باشه برای افراد مختلف. بسته به هدف و تارگت شما من برنامه رو برای شما تنظیم میکنم و به شما دسترسی میدم که از اپلیکیشن استفاده کنید و داخل اپلیکیشن برای مثال برنامه 3 روزه شما روز اول تمرینات روز اولتون میای، وقتی کلیک میکنی شما ویدیو اولا تمام حرکت ها رو شما اونجا داری و اول برای مثلا حرکت اول شما ویدیو رو دارید، ویدیو رو باید نگاه کنید. حالا من تازه اولین بار میخوام شروع کنم، من یه توضیحات اولیه بدم. من یه برنامه رو جدیده برای من، اصلا باور کنید من خیلی وقتا اصلا بحث این که این برنامه مثلا الان من دفعه اول یا دفعه دوم سوم دارم اینو اجرا میکنم نیست، اصلا ذهن نیاز داره که این یه ریویو بشه. شما قبل از اینکه اصلا وارد جیم بشی و اون برنامه اون روزت رو میخوای تمرین بکنی، قبلش این آمادگی رو برای خودت در لحاظ ذهنی به وجود بیار. چطوری؟ خب حالا اگه لایف استایل با من کار میکنی، حالا بحث ها متفاوته بسته به تارگت. اونی که میاد به هر حال برنامه‌های دیگه‌ای داره و میخواد خیلی عضله‌سازی بیشتری داشته باشه و اصلا تارگت‌های اصلا بالفرض تارگت 2-3 ساله آیندهش اینه که میخواد مسابقه بده، خب خیلی متفاوت میشه. اما اگر که شما کلا میخوای لایف استایل داشته باشی، یعنی پروسه لایف استایل روزانه رو ما با هم دیگه پیش ببریم که شما مرتب کیفیت زندگیت بیاد بالاتر و مودت بهتر بشه و عضله ماسلای قوی تری درست بکنی و فتتو بیاری پایین تر، این مستلزم اینه که شما الان کاری که من دارم میگم رو انجام بدی. خب من الان میخوام برم جیم، حالا بیرونم، خونم، حالا به هر شکلیه. اولا که برای خودتون انگیزه ایجاد بکنید. چطوری؟ هر چیز کوچیکی میتونه برای خودتون یه هدیه باشه، یه کفش خیلی خوشگل باشه که دوست داری، لباسی که توش بدنت رو خیلی خوشگل‌تر و زیباتر و اصلا لذت ببری. اصلا اینا همه چیزاییه که به تو انگیزه و روحیه میده که ادامه بدی. ما کوچکترین چیزها میتونیم کمک بکنه به اون سیستم درونی ما که اکتیو تر باشیم. هر چیزی که باش حالت خوبه هم کار انجام بده. خب من الان لباسمو پوشیدم، به خودم رسیدم، اصلا مثلا بالفرض میگن میکاپ قبل از تمرین، من همیشه میکاپ میکنم. یه وقت ریملم هم میریزه، میرم داخل رختکن سری با دستمال تمیز میکنم. دوست دارم اصلا میام داخل جیم، دوست دارم به خودم رسیدگی کرده باشم. خب هرچه پوست بدن تمیزتر باشه، تنفس بهتری براش وجود میاد. خب اوکی، ما این مراحل قبل از تمرینه، بیایم سر برنامه. من تو این بازه زمانی که دارم آماده میشم و حالا مثلا یه کافی میخورم قبل از تمرینم، بماند چون حالا بحث تغذیه رو میام ورود میکنم، در رابطه‌اش صحبت میکنیم.
قبل از اینکه خب اوکی من میخوام وارد جیم بشم، شروع میکنم دارم آماده میشم، میام ویدیوهای اون جلسه تمرین رو نگاه میکنم. مثلا ببینم الان من امروز کدوم روز بالاتنه است یا پایین تنه است، بستگی به بازم برنامه‌تون داره. یه وقت یه برنامه فول بادیه، یه وقت یه برنامه آپر بادیه، یک لوور بادیه، بستگی داره. بعد ببینیم بسته به حالا وضعیت تو برنامه چیه، نگاش میکنی. اوکی من نگاه میکنم، حرکت ها رو نگاه میکنم، میبینم که من این حرکت با دنبل رو دارم، یکی اسم حرکت ها رو میخونم، میرم پایین ویدیوها رو نگاه میکنم. خب من این رو انجام دادم، یعنی نگاهشون کردم، ویدیوها رو تو ذهنمه، یه مرور شدن تمام ویدیوها رو دیدمشون. خب من الان وارد جیم میشم. خب میخوام حالا تمرین بکنم. من فرض بذاری جلسه اوله. خب اگر که هر باشگاهی باشه، چه ما الان چه داخل ایران چه خارج از ایران، پرسنل باشگاه موظفن شما رو آموزش بدن با دستگاه. یعنی اگر که شما خب حالا بحث حضوری و اینا پیش من فرق میکنه، اما حالا که شما دارید با برنامه هر باشگاهی برید، دستگاه ماشینی که اونجا هست باید شما یاد بگیرید با اون کار بکنید. چطور؟ اولا این جای وسایل رو باید بدونید. خب مثلا برمیدارید نمیدونید اساسا کلا یه خرک بزرگ دنبل میبینید همه سنگینن، اصلا شما شاید اصلا فکر کنی که اوه مثلا برنامه من دنبل، من این وزنای سنگینی که نمیتونم بلند بکنم، خب پس هیچ این باشگاه مثلا اون دنبلای لازمه رو نداره. در صورتی که شاید خرک دنبلای سبک مثلا تو طبقه بالا باشه. پس شما از جای وسایل بپرسید از استاف اونجا داخل باشگاه، بپرسید که لطفاً باشگاه رو به من نشون بده و به من وسایلم رو نشون بده، این حرکت منه، این ماشین کجاست. میبره شما رو سمت ماشین ها یکی یکی و هر ماشینی رو که شما پیدا کردید خواستید انجام بدید تنظیماتی داره. خب ممکنه مثلا خب افراد با سایزهای مختلف، قد بلند کوتاه میشینن پای اون دستگاه و این تنظیمات دستگاه به هم میخوره. شما باید بلد باشید که چه جوری از اون ماشین استفاده بکنید، وگرنه خود همین میتونه بهتون آسیب بزنه. خب خیلی راحت، اصلا رو درواسی ندارید، اینجا اونجا وظیفه‌شونه. اگر به شما اخم و تخمی بکنن یا مثلا بی رغبتی از سمت اونا ببینی، مشکل از اوناست، مشکل از شما نیست. شما باید بپرسی، باید سوال بپرسی. آنچه که از دست من برمیاد، یعنی اصلا شما برمیداریم حتی ماشین رو اگه به هر دلیلی اصلا یه عکس ازش بگیر، از جاهای بستاش میتونی بفرستی برای من و من کمکت بکنم. آنچه که از دست من برمیاد میتونیم سریع به من بگو، اگه نشد از استاف اونجا استفاده کن. یعنی در هر صورت شما از سوال کردن نباید هراس داشته باشی و گیج بزنی اونجا به اصطلاح، یا مثلا فکر کنی که مشکل از توه. مشکل از تو نیست، اصلا چیزی تو نباید مشکلی داشته باشی، باید مشکلت حل بشه. سوال باید بپرسی، تا سوال نپرسی کسی نمیدونه مشکل تو چیه کمکت بکنه. خب میام ماشینو من دستگاه میشینم، من حرکت بعدی من میدونم چیه. خب حرکت بعدی ببینید داخل باشگاه، خب معمولا الان اینجا یا حالا هر جا و اکثرا داخل خود الان کانادا به این صورته که وقتی یه نفر پای دستگاهی میشینه ترجیحاً دستگاه رو شیر نمی کنن، چون خب بدنشون میخوره به ماشین و اینا و ترجیحشون اینه که طرف استفاده بکنه، کارش که تموم شد دستگاه رو تمیز میکنه به نفر بعدی میده. خب حالا شما میخوای که، یا بعضی وقتا هم بعضیا قبول میکنن که دستگاه رو شیر کنن با هم دیگه، مثلا میتونی بپرسی بگی میتونیم که با هم دیگه تمرین کنیم، مثلا من تو استراحت شما ستمو بزنم، اونم میگه آره و بعضیا هم خیلی نایسن همکاری میکنن. اما خب اگرم این اتفاق نیفته شما بایستی اینقدر معطل نکن، چون ممکنه حتی تا شما این حرکت رو داری میری تا میخوای بری برای حرکت بعدی یه نفر دیگه اومده باشه اون دستگاه رو بگیره. پس تو باید چیکار بکنی؟ همیشه بدون حرکت بعدی چیه و ست آخرت، قبل از اینکه ست آخر اون حرکت تو بزنی برو به نوعی زنبیل بذار، برو به اون کسی که اون ماشین دستشه بگو که بعد از شما من میرم، که اون بدون شما قراره بعد از ایشون شما بیایی و از اون ماشین استفاده کنی. خب پس این کار
خیلی بدیهیه و هیچ ناراحتی نداره. سعی کنید که استراحت‌های بین ست‌ها و حالا بین حرکت‌ها زیاد نشه. حالا بعد بهتونم میگم که چجوری شما تو این بازه استراحت هم چه کارهایی باید انجام بدید. خب اوکی، من اصلا ست چیه؟ وقتی ما میگیم مثلا من برای شما مینویسم 3 تا 12 تا، این 12 تا تکرارهای شما، 3 میشه ست شما، یعنی شما 3 تا 12 تا میرید. خب من برنامه روز اولم رو داخل اپلیکیشن مثلا ورود کردم. من الان آپر بادی میخوام تمرین داشته باشم، مثلا اومدم فقط سرشونه و بک رو میخوام تمرین بدم. من اولا همینجا یه پرانتز باز بکنم. من یه سیستمای تمرینی برای خودم دارم و خیلی سلامت افراد برام مهمه، یعنی ریسک نمی کنم روی بدن افراد، نمیخوام. و اصلا چجوری بگم، بعضی وقتا بعضیه که پافشاری هایی میکنن، از طرفی وقتی کسی خودش نخواد یه چیزی رو متوجه بشه، بعضی وقتا من خودم یه جورایی دلم میسوزه و پافشاری میکنم که برای یه چیزی و بعد آسیبش رو خودم هم دیدم، چون من نمیتونم اونو تغییر بدم. پس همینجا من یه پرانتز باز بکنم و ازتون خواهش میکنم منو تحت فشار نذارید که برای مثال تو میتونی پس از یک دوره که تمرین کردی، مثلا خب من همیشه همین کار میکنم، پس از یک دوره بازخوردی که میگیرم از شما متوجه میشم شما چیکار کردی و چقدر این برنامه رو بدن شما تأثیر داشته. اما اینکه بخوای فکر کنی که مثلا من توی یه جلسه تمرینی خیلی حرکت زیاد، چون این تفکر از کجا میاد؟ خیلی راحت بگم، این تفکر از سالها ورزشی که داخل ایران، به خاطر چی که ما علم بدنسازی برای بانوان خیلی جدیده و واقعا بدنسازی نمی کنن، بازیه. یعنی بدنسازی فکر کردن که مثلا همینه که بشینن پای ماشینی بزنن همینه و مثلا 4 تا دمبل بالا پایین کنن و نمیدونم باربل بالا پایین کنن. نه، بدنسازی با ورزش‌های ایروبیک و آمادگی جسمانی و فیتنس اینا همه فرق میکنه، همه با پیلاتس، یوگا، اصلا اینا رو قاطی نکنید. هر ورزشی سبک خودشو داره. شما نبایستی، من خیلی دیدم اینا رو که میگم، ایروبیک سالها این ذهنیتش انقدر ایروبیکی بوده که میاد بدنسازی هم میخواد مثل ایروبیک تمرین بکنه، میاد بدنسازی اصلا من هدفم عضله سازی داخل برنامهش، بعد میاد استراحتاشو شروع میکنه هی چوب زدن، هی چرخوندن، هی بالا پایین کردن. درسته میخوای فعال باشی اما سر آروم بگیر، نهایتش آهسته راه برو. ما حتی بعضی وقتا میگیم بشین ضربان یواش بیاد پایین، استراحت بکنه بدنت. یا وزنه ها رو میخواد بزنه، وزنه ها رو سرعتی میزنه، بعد میگه مربی مثل که تعداد کم نوشتین، من 25 تا هم میتونستم برم. خب اصلا درست تمرین نکردی. وقتی من حالا اینا رو توضیح دادم برای چی رو میخواستم این نکته رو بگم که وقتی مثال من برای شما مینویسم تکرارها 12 تا یعنی شما بایستی وزنه‌ای رو برداری که برای تو توی 12 تا فشار بیاره. من نمیگم که یعنی به مرز ناتوانی برسی، اما باید بهت فشاری بیاره که شما بعد 12می نتونی 13می دیگه اصلا واقعا برای تو غیر ممکن باشه. نه که ولت بکنن همینجور ادامه میدی. آقا بابا 13 هم ولی دیگه بتونی بزنی، 14 تا هم بتونی بزنی دیگه، خیلی بنداز بیفته زمین. اما اگه ولت بکنن 15 تا نمیدونم 18 تا 20 تا رفتی، نه طرف میبینم میگه من 30 تا هم میتونستم برم. خب اصلا تو تمرین نکردی، تو وارماپ بوده، این یه وارماپ بوده برای تو. نمیدونم منظورم رو رسوندم بهت یا نه. این که وقتی میخوای تمرین بکنی توی بدنسازی باید وزنه درست رو جابجا بکنی. پس یکی از کارهای تو اینه که
اول وزنه مناسبت رو پیدا کنی. من داخل پستای اینستاگرامم در این مورد یه پستی دارم که تو چجوری وزنه مورد نظرت رو پیدا بکنی. حالا به صورت خلاصه هم که بخوام بگم، در هر صورت شما ممکنه که برای بار اول که وارد جیم شدی و داری این حرکت رو میری، یه ست هم اضافه تر بری برای اینکه فعلا بتونی وزنت رو پیدا بکنی. اما وزنت رو که پیدا کردی دیگه اونو، حالا من اپلیکیشن من چی کار داره میکنه؟ اونایی که روی اپلیکیشن، اونایی که فایلای PDF دارن که خب باید خودشون این زحمت رو بکشن و یه جای یادداشت بکنن که بگن مثلا من ست اولم رو با چه وزنه‌ای رفتم، ست دوم با چه وزنه‌ای رفتم، ست سوم رو من با چه وزنه‌ای رفتم. و اگه ست اضافه تری رفتی باید یادداشت بکنی، بگی که من ست چهارمی رفتم و تکرارای من مثلاش 8 تا شد، با این وزنه زدم. چون شما باید پروگرسیو اورلود داشته باشی. اینا همه توضیحاتی هستند که من به شما میدم، چون شما الان برنامه گرفتی از من و مسئولیت این برنامه به عهده خودته. پس به حرفای من باید کاملا دقت بکنی تا اون جلسه تمرینی برات مفید باشه. خب من داخل اپلیکیشن من الان این امکان رو داره که من خیلی دوستش دارم، کاری که سالها تو ذهن من توی باشگاه اتفاق می افتاد، الان من توی اپلیکیشنم اینو دارم برات. من اونجا سالها مثلا یه دفترچه با من بود که اسم حرکت مثلا می نوشتم که مثلا اگه این تکرارای 12 تای اول رو با این وزنه رفتم، 12 دوم اینجوری. بعد اون وقت بعد جلسه بعد یه پاک کنی هم باید، یه مداد پاک کنی من باید می داشتم که اونو پاک می‌کردم، بالاش تغییرش میدادم، مثلا جلسه بعد اگه وزنه هم تغییر می‌کرد. حالا داخل اپلیکیشن داره برای تو این کار میکنه. شما وقتی تکرار مثلا 12 تا تو میای میزنی، وزنه رو جلوش مینویسی داخل اپلیکیشن. حالا یا به البی مینویسی یا کیلو، بستگی به باشگاه داره که بر حسب کیلو وزنه ها یا بر حسب پونده. هر کدوم دیگه خودت بدون، بگو من میدونم که این بر اساس اینه و اونجا یادداشت میکنی. خب میای شما میری 12 تا اینا. شما من درست نوشتم 3 تا مثلاش 12 تا، این 3 تا 12 تا که نوشته شده، شما این تکرار می‌نویسید 12 تا وزنه رو برش. تکرار دوم ممکنه مثلا حتی ببینی یه ذره سنگین ترش میتونی بکنی، سنگین ترش بکنی میبینی مثلا 10 تا میتونی بری، بنویس 10 تا با وزنه سنگین تر. بعد اصلا من 3 تا ست رفتم، دیدم که من البته من اینو توصیه نمی کنم این کارها برای حداقل ماه اولی یا مثلاش برای حتی یک هفته 2 هفته اول، حالا مثلا 10 روز اول تمرینتون یه ذره جلوتر برید. چون یه ست اضافه ترم اگر که میتونی بری اما پروگرسیو اورلود داشته باشی که وزن رو سنگین تر بکنی، این کارو بکن که البته به تایم تمرینت هم در نظر بگیر، خستگی هم نباید برات بیاره. حالا اینو من توی برنامه هم لحاظ میکنم که اگرم که شما مثلا یه همچین مواردی بود چی کار باید بکنی، زمان تمرینت هم در نظر بگیر، نباید برای حرکت‌های آخر کم بیاری. اگر که توی اون 3 تا حس کردی که دیگه فشار لازمه، کافی، نیازی به ست چهارم نیست. اما اگرم که پیش اومد که حس کردی که نه هنوز بهتره که یه ذره دیگه فشار رو بیاری، اگر خواستی ستی اضافه کنی، اونجا داخل اپلیکیشن هست که اد ست میزنی و یه ست دیگه اضافه میشه. برای مثال 3 تا 12 تا رفتی، من ست آخرم رو یه ذره سنگین تر میکنم، مثلا 8 تا میرم، مینویسم تکرار 8 و وزنه رو جلوش مینویسم. حالا این چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی یه روز رو کامل اجرا کردی، برنامه روز اول رفت، روز دوم رفت، مثلا روز سوم هم رفت، روز چهارم میشه تکرار برنامه روز اول. شما هیستوری رو داری از جلسه روز اولی که رفتی که چه وزنه‌هایی رو زدی، داخل اپلیکیشن برات هست، نگاه میکنی و حواستون میدی که این بار شاید بتونی افزایش بار داشته باشی. این کارو بکن، اصلا ما باید این کارو بکنیم. خب این از برنامه که برنامه ورزشی. بیایم نکاتی رو که دیگه فکر میکنم برای گرم کردنم بگم که حتما گرم بکنید.
گرم کردن من معتقدم نباید خسته بکنید خودتون رو. ببین در حد اینکه یه ذره کششیه تو هر مفصلی، خب به هر حال دامنه حرکتی داره، شما توی اون دامنه حرکتی باید یه کششای کوتاه بدید به مفاصلتون، یک سری فقط همینجور زمینی، یه سری حرکت‌های کششی و جنبشی کوتاه، همینقدر که بدنتون گرم بشه. اونی که میاد میره کاردیو میزنه قبل تمرین، انرژی خودشو میگیره، بعد طرف میگه که من انرژی دارم، تو نگران نباش. انرژی دارم، آخه به کسی این حرفتو داری میزنی که خدایا چی بگم، این که من میخوام من انرژی تو بذار توی بدنسازی، چرا انرژی تو بری برای کاردیو قبلش بزنی، میری 1 ساعت کاردیو میزنی؟ من نمیخوام کاردیو بزنی. اگه کلاینت منی لطفاً به حرف من گوش بده. شما کاردیو قبل تمرین نداری، در حد اینکه بله مثلا آقا طرف میگه من یه ذره برم فقط جریان خون تو بدنم جریان پیدا بکنه، در حد خیلی کم، زمان کم، در حد 3-4 دقیقه 5 دقیقه میری نهایت یه ذره دوچرخه بزنی. در همین حد سریع باید حرکت‌های کششی نرمشی اینا رو انجام بدی. یه ذره بدنت که فعال شد سریع برو زیر وزنه. ست اول عضله میشه تقریبا برای گرم کردن همون عضله میشه. پس با وزنه سبکتر شروع میکنی که عضله آماده بشه، بعد ست دوم سوم میتونی اون وقت پروگرسیو اورلود رو داشته باشی، وگرنه ست اول رو هم برای عضله، یعنی حرکت اول برای عضله رو در ست اول به عنوان گرم کردن اختصاصی عضله در نظر بگیر. استراحت‌های بین ستات هم که یکی از مواردش که لابلای همین صحبت‌ها گفتم این بودش که شما مثلا بین از یه حرکت به یه حرکت دیگه خودتو برای حرکت بعدی آماده کن، هم علاوه ذهنی ویدیو رو که نگاه بکن داخل جیم، سریع همونقدر تو تایم استراحت ویدیو رو نگاه کن، آماده کن خودتو برای مثلا حرکت بعدی از یه حرکت به حرکت دیگه. و حالا مثلا قرار شد که اگرم مثلا یه نفر دیگه قرار از یه ماشین داره استفاده میکنه، شما تو ست آخر بری به اون فرد بگی که میخوای از دستگاه استفاده کنی و به نوعی زنبیل بذاری. و یعنی خیلی زمان ندید، استراحتاتون خیلی طولانی نشه، اینقدر که بدن ما نمیخوایم خودکشی بکنیم، طرف غش بکنه، نمیدونم آب قند براش بیارم، ما نمیخوایم اون حالت بشی، اما نبایدم اینقدر بدن ریلکس بشه که اصلا عضله دیگه اصلا دیگه اصلا برای خودش سرد بشه، نباید این حالت باشه. خب آب میخورید حتما بین ست ها، آب جرعه آب، خیلی نه اونجوری نه، اما جرعه آب بخورید. و علاوه منتالی اصلا به موضوعات دیگه فکر نکنید، این که با کسی صحبت بکنی، اصلا موقع اجرای حرکت که اصلا صحبت نکنید. یعنی طرف میاد دوستش بالا سرش وای میسه داره میزنه، بعد آره دیدی اونجوری شد، یعنی چی دیدی اونجوری شد؟ اینجوری نداریم ما. وقتی داری عضله رو میزنی، وقتی داری میبینی مثلا داره رو سرشونه، حواست به سرشونه بده، سرشونه رو میخوای یا نمیدونم اون حرفا رو اگه گوش بدی میزنی داغون میکنی عضله. یا ببین در بهترین حالتش اینه که آقا اون تاثیر تمرین رو بدنت نمیفته، وگرنه واویلا اون بدنه توی حالت شما چون میخواد لحاظ ذهنی تمرکزت با حرف زدنه، بدن میخواد از خودش دفاع کنه دیگه، یه ذره با ضربایی که وارد میشه میگیره و اون فشار رو به جایی که نباید میبره و باعث آسیب براتون میشه. پس به هیچ عنوان صحبت نکنید موقع تمرین کردن، حتی بین استراحت ها هم نذارید ذهنتون به سمت چیزی بره و حواستون رو پرت بکنه. تایم تمرین یه تایم کاملا مدیتیشن برای خودته. اصلا مدیتیشن چیه؟ اصلا شما همین که داری ذهن و روان همه چیز به سمت به سمت تنفسات میبری، به سمت عضلاتت میبری، میشه مدیتیشن. همه انرژی ذهنت همه چی باید به اون سمت بره. حتما نفس گیری داشته باش موقع تمرین، نفس حبس نکن، همیشه توی انقباضا بده بیرون، نفس رو بده بیرون، نفس‌های عمیق بکش، یعنی نفس تمام مدت تو فشار بگیری حبس بکنی، انرژی کم، اکسیژن کم میاری، یعنی ممکنه زور کم نیاری، اکسیژن کم میاری. خب پس اکسیژن گیری رو داریم،
در حین اجرای حرکت در استراحت بین ست ها باز هم خیلی دور نمیشید از فضای تمرین، صحبت نمی کنید، منتالی خودتون آرام و هم تمرکزتون رو اجرای بهتر حرکت در ست بعدی دارید. از یه حرکت به یه حرکت دیگه سریع ویدیو رو نگاه بکنید، خوب دقت بکنید به نکات، اگه شده حتی اگر توضیحاتی داره بخونید و این مسیر به این صورت. و برای سرد کردن حالا بعد تمرین من بگم که توی بدنسازی چیزی به اسم سرد کردن به اون معنی وجود نداره. سرد کردن حالا توی یه سری ورزش‌های دیگه چون ضربان خیلی بالاست میگن یواش 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 تا ضربان آهسته تر بیاد پایین، یعنی یه دفعه توقف رخ نده. اما توی بدنسازی ما همچین حالتی نداریم و سرد کردن به اون نوع وجود نداره. اما اگر که یه سری حرکت‌های کششی اگر کسی بخواد تمرین بکنه، این فلکسیبیلیتی رو شما خیلی میتونی بعد از حرکات بدنسازی میتونی نتیجه خوبی داشته باشی، چون میتونه کمک بکنه. اما بازم بعد ببینی بدن با بدن متفاوته، بعضی وقتا اصلا انرژی وجود نداره و حتی من خودم کاردیو رو بعد از تمرین خیلی پیشنهاد میدم، خیلی حتی به ریکاوری کمک میکنه. اما اگر که شما اون روز تمرین پا داشته باشید، چون پا خیلی خسته است و حالا شاید شما بگی که نه خستگی بدنسازی با خستگیه که شما مثلا اکسیژن کم آورده باشی، اشتباه نگیرید. بدنسازی شما متوجه نیستی که این عضله رو وقتی شما اونجوری تمرین دادی این الان ریز آسیب داره. شما فکر میکنی میگه من انرژی دارم، انرژی داری، مثلا انتظارت نباید باشه از بدنسازی که مثلا یه حالتی که مثلا بگید انرژی اگه بهت بگم بحث تخریب این عضلاته که ما میگیم بذار انرژی بره سمت این عضلاتی که تخریب شدن و زودتر ریکاوری بشن. و اگر شما بدنت ریکاوری نشده باشه تا جلسه بعد، اون عضله رو نباید تمرین بدی. اگر که مثلا من مثلا دستم بیارم بالا، البته عضلات ریز خیلی سریعتر ریکاوری میشن، اما عضلات درشت مثل عضلات پا دیرتر. و اگر که تمرین شما با شدت بالایی باشه، یعنی وزنه‌های سنگین‌تر و حتی مثلا سیستم‌های تمرینی اجرا کرده باشید، این احتمال مثلا اینکه ریکاوری دیرتر و یا حتی تغذیه شما چقدر مهم میشه، مکمل هایی که استفاده میکنید، اینا همه، خوابتون، آبی که میخورید، خیلی فاکتور هاست. خیلی، یعنی شما هر چقدر بیشتر تو این پروسه دقت بکنی میتونی نتیجه بهتر بگیری. اما نذارید براتون خستگی بیاره. من خودم خیلی وقتا چون میدونم خیلی ها شاید 40% واقعا اجرا میکنن، حتی ما فکر میکنیم 50%، خیلی از زیر 50%. حالا عددش رو نمیتونم، اما بسته به چیزی که من دارم میبینم زمان میبره تا افراد بدنسازی توی بدنشون بشینه. چون بدنسازی واقعا وارماپ نیست، یه تمرین واقعا علمی و اصولیه که شما بتونی یه نتیجه خیلی خوب ببینی و باید این نکات رو رعایت بکنی. تا این نکات رعایت نشن نمیتونی نتیجه خوب بگیری. پس ریزالت خوب نتیجه هرچه بیشتر و مسئولیت پذیر بودن برای برنامه تمرینی و تغذیه است. خب من کاردیو رو بعد از تمرین پیشنهاد میدم، یا اصلا یه تایمی بعد از کلن جدا از برنامه، میتونه مثلا اول صبح باشه کاردیو، اما برای بعد تمرین خیلی جوابه، خیلی خیلی بعد تمرین فوق العاده است. دلایل خیلی زیادی داره که خودش میشه خیلی بحث طولانی باشه. خب این از این. حالا بماند که من از لحاظ دیگه چه نکاتی بود در مورد تغذیه الان میخوام بگم، اما حتما بعد از جیم حتما دوش بگیرید، هم به خاطر بهداشت هم به خاطر ریکاوری بدنتون. خب بیایم روی و حوله هم حتما با خودتون باشگاه ببرید، یه حوله و بماند اینکه یه بطری آب. پس نگو تشنم نیست، تشنگی بدنت عادت کرده اینقدر که به اون تشنگی دادی
کم آبی دادی، باید بخوری. نگو من دستشویی میگیره، بگیره. ببین هر چقدر بدن تو عادت بکنه که هی آب بیشتر بهش بده، نه که یهویی جرعه از صبح تا شب اینو پخشش بکنی، بدنت اینو خیلی بهتر جذب میکنه و عضلات ما به آب نیاز دارن. حتی شما قبل از تمرین حتما 700 میلی لیتر آب خورده باشی توی 1-2 ساعت قبل تمرینت. یعنی یه بطری پر کن و حتما توی 1 ساعت قبل از اینکه تمرین شروع بکنی شروع کن به آب خوردن. خیلی عالیه. چیزایی رو که میگم رو اجرا کن، نتیجهش رو میبینیم. خب بیایم روی تغذیه. من تغذیه رو یعنی روشی رو که باتون پیش میبرم به این صورته. حالا بچه هایی که میتونن، یعنی دسترسی به اپلیکیشن دارن، که من یه اپلیکیشن رو پیشنهاد میدم که داخل اون ماکروها رو شما وارد میکنید. مثلا به شما میگم چقدر پروتئین، چقدر کارب و چقدر فت رو استفاده کنی، که اینو وارد میکنی و بر اساس اون روی داخل اپلیکیشن، حالا البته یه پلنم به شما میدم، یه نمونه غذایی هم به شما میدم که کلا شما از چه سورس مواد غذایی باید استفاده بکنی. البته اینم پرانتز باز بکنم که برنامه تغذیه بسته به اهداف افراد متفاوته. یعنی الان چیزی که دارم میگم برای لایف استایله، حالا در حالت کلی، وگرنه اگر که برنامه خب کسی که جلوتر رفته باشه، یعنی بحث لایف استایل رو رد کرده باشه و جلوتر ما رفته باشه و این آمادگیشو داشته باشه، اصلا کلا دیگه این انعطاف غذایی رو هم نخواهد داشت. یعنی این هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. اما من برای در حالت کلی لایف استایل که کار میکنم، در واقع متدم تغذیه منعطفه. یعنی شما خودت چیزایی رو که دوست داری و ترجیحاً مواد غذایی سالم، اینا رو ما توی برنامه غذایی داریم، اما از ماکروها پیروی میکنی. یعنی مثلا باید مشخص باشه که شما حتما اون مقدار پروتئین روزانه رو دریافت میکنی، کربوهیدرات دریافت میکنی، فت هم دریافت میکنی و فیبر مورد نیز روزانت باید توی اون مواد غذایی که من دارم میگم بهت میگم که اینقدر فیبر باید حتما توی مواد غذایی باشه که شما از سورسی که من برای شما میفرستم با انتخاب هایی که انجام میدی توی برنامه غذایی در واقع اینا رو میگنجونی که حتما، و کلسترول نره بالا. همه اینا باید سنجیده بشه. نت کارب ما نباید عدد بالایی بده. خب پس من تغذیه رو به این صورت که اپلیکیشن، که حالا بچه‌ای که خب دسترسی به اپلیکیشن ندارن، که فقط یه پلن دارن، که طبق همون من بهشون پیشنهاد میدم که این سورس مواد غذاییه و شما باید از این تبعیت بکنید. حالا اونایی هم که دسترسی دارن میتونن از اپلیکیشن استفاده بکنن. خب خیلی فبها که هم این پلن رو دارن که بعد میزنن داخل اون صبحونه، میان وعده، نهار، باز میان وعده، شام و آخرین وعده. یعنی ما تقریبا 5 تا 6 تا وعده در طول روز خواهیم داشت و باید سعی بکنید اینو خودت تنظیم بکنی. من شاید پیشنهادی بدم که در وهله رو پلن اولیه که به شما که خب بسته به زندگی طراحی انجام بدم، اما شما که بر همه ما آدمای معمولی هستیم، امروز ممکنه یه اتفاق بیفته، یه جای دیگه باشیم، نمیدونم دسترسی به فلان ماده غذایی نداشته باشیم، الان من کلا موادم تغییر کرد، الان فلان چیزو میتونم بخورم. خب من کافیه بدونم دارم چی کار میکنم. من وقتی بدونم که باید توی وعده من الان اینقدر پروتئین باشه، من وقتی داخل اپلیکیشن میزنم خب میفهمم که اوکی من وعده هامو میام اینجوری میچینم، یا اصلا از شبش همیشه هم باید از شب طراحی بکنید. یعنی خیلی کار کردن با اپلیکیشن راحته. کافیه که شما یه پلن رو پیدا کنی برای خودت که صبحونت فلان چیز رو دوست داری بخوری، مثلا میان وعدت برات امکان داره فلان چیز رو بخوری، نهارت همینجور، شامت همینجور، عصرونت و قبل خوابت. خب اوکی اینا رو بعد تو اپلیکیشن وارد میکنی. اپلیکیشن به این صورته که چون اینجا ایالات متحده است، این اپلیکیشن مواد غذایی که داره میاد اینجا رو تقریبا خیلیاشو داره داخلش. اگر هم شک کردی که شده بعضی اشتباه میکنن، میگیم مگه میشه همچه عددی در بیاد، اون اسم رو و با میزان کالری
و عملا ماکروهایی رو که داره میده رو داخل اپلیکیشنه، اونو بزن تو چت جی پی تی، یه چکش بکن ببین داره درست در میاره، ممکنه تو داری اشتباه میکنی و اون اصلا داره یه چیز دیگر رو داره پیشنهاد میده. اگر ماده غذایی رو که در واقع داری استفاده میکنی باشدش، برو داخل اپلیکیشن انتخاب کن. اگه نبود، خب میای چیکار میکنی؟ خودت اون رو میتونی تو اپلیکیشن وارد بکنی، هم میشه بارکدش رو بخونه، بارکد ماده غذایی رو میزنی وارد میشه. اگه دیدی بارکدش رو نمیتونه بخونه، بعد خود دستی وارد بکنی. دقیقاً تمام اون جدولی رو که داره برای اون ماده غذایی باید برداری، تمامش رو میتونی یه اسکرین بگیری تمام موادش رو. خب من ماده غذاییم، حالا میتونی از چت جی پی تی استفاده کنی. اگه یه ماده‌ای که جدول نداره، مثلا من الان اینجا کانادا یه ماده غذایی داره، مثلا از ایران داره میاد، یا مثلا از این برنجای کیلویی مثلا، بعد من عکس برنج رو میگیرم میدم به چت جی پی تی، عکس جدول رو بهش میدم، میگم تو این جدول برای من پر کن و من این جدول وارد اپلیکیشن میکنم. این یه روش برای اینکه اگه یه ماده جدول تو نداری ازش، مثلا کیلویی اومده برای تو اطلاع نداری، خب یا مثلا سبزیجاته، خیلی از سبزیجات ها مثلا اگه سبزیجات جدیدی عکس ازش بگیری بده به چت جی پی تی، جدول رو بهش بده برات جدول پر میکنه، حتی اسمش هم برات پیدا میکنه، بعد خودت وارد بکن. این از این. یا اینکه میگم اگرم جدول داره روی حالا مثلا محصولی که خریدی، که دقیقاً بزن مثلا توی هر مقیاس، مثلا 100 گرمش یا 30 گرمش مثلا 130 کیلوکالریه، نمیدونم کاربش زده 16، فتش زده 6، پروتئینش زده 2، همه رو وارد کن، نت کاربش زده 3، همه رو بزن برو پایین اینجوری. بعد اوکی اینا رو انجام میدی، کلسترول، سدیم، همه اینا رو اونجا میشه وارد کرد داخل جدول، همه رو وارد میکنی و داخل چیز داری برای خودت که هر بار خواستی از اون ماده غذایی استفاده کنی، میای انتخابش میکنی، میگی مثلا من 50 گرم الان امروز از این خوردم، که شما صبحونه، نهار، شام همه اینا رو داخلش داری و مشخص میشه شما در طول روز چقدر داری کالری و چه ماکروهایی به چه میزان داری استفاده میکنی و ما همون رو پیش میبریم و هر موقع شما بتونی یه ماکرو ثابتی رو نگه داریم، ما میتونیم خیلی نتیجه خوبی ببینیم و باز میتونیم روی اون کار بکنیم و هی بدن شما رو بهتر و بهتر بکنیم. خب پس در مورد تغذیه ما این کار رو انجام میدیم که به مرور کافیه شما اینکه از شبش هم کافی، میگم شما یه پلنی رو برای خودت در نظر بگیری دیگه، همینو کپیش میکنی برای فردا و پس فردا. حالا نهایتش یه ذره گرماش این ور میشه، اگه دیدی یه چیز زیاد شد یه چیزی هست میشه دیگه، باید سعی کنی خودتو توی اون ماکروها نگه داری. خب این از تغذیه، که باز اگر هر سوالی داشته باشید میتونید با من در ارتباط باشید. همیشه داخل جیم هم میتونی شما ویدیو از خودت بگیری برای من بفرستی، من اصلاح کنم، که دوربین فقط باید تلاش کنی جوری بذاری که بشه تشخیص داد که شما داری درست انجام میدی، زاویت رو بتونم درست ببینم. هرچه بتونی ویدیوی بهتری بگیری به من بیشتر کمک میکنی که بتونم نظرمو بدم. و حتما برای من توی چکینگتون عکس بفرستید، عکسای خوب بگیرید از روبرو، پهلو و از پشت و لباس کم باشه، ترجیحاً حالا نیم تنه با شلوارک، آقایون حالا مثلا با یه شلوارک تنگ باشه، بدن دیده بشه شما چی کار کردید و نور از روبرو بخوره، نور از بالا اینا نمیشه خیلی تشخیص داد. روی بک یه دستی باشه، نه که اطرافتون خیلی شلوغ باشه، مثلا یه بک یا سفید یا سیاه باشه، اصلا کلا یه دست رنگ داشته باشه. توی فضای شلوغ عکس رو نگیرید که بشه تشخیص داد بدن رو و مقایسه کرد، و همیشه با یه لباس ثابت باشید، هی تغییرش ندید. از یه زاویه و دوربین توی ارتفاع نافتون قرار بگیره، یعنی نه پایین که از اینجوری روبرو از پایین داره تصویر میندازه، یا نه از بالا بگیره، نه قشنگ از روبرو در ارتفاع دوربین در ارتفاع ناف قرار داشته باشه. خب اینم نکاتی بود که باید میگفتم بهتون.
به هر حال شما مثل خانواده من هستید، تک تک شما سلامتیتون برای من مهمه. مرسی که به حرفای من گوش میدید. هر سوالی داشته باشید میتونید با من در ارتباط باشید. بوس بهتون.